اعلان شدن روزهای شنبه هر هفته روز ورزش را ورزشکاران فدراسیون کاراته دو جوندوکان سرمشق کار خود نموده تصمیم گرفتند منتظم هر صبح روز شنبه در انشاءات‌های ورزشی نزد بناهای استقامتی و باغ و خیابان‌ها مشق پگاه روزی برگزار نمایند. این اقدام با مقصد جلب ساکنان به طرز حیات سالم و جلب ورزشکاران به چهاربینی‌های عمومی ورزشی راه اندازی شده است. مشق پگاه روزی کراتهچیان این نوبت در نزد قصر جوانان به نام لایق شیرعلی مرکز ولایت سوخت برگزار شد. مورد به ذکر است که اشتراک در مشق پگاه روزی به کس نیروی قوت بخشیده جسم را سالم و روح را بالیده می‌گرداند. فدراسیون کاراته دو جوندوکان من بعد هر هفته روزهای شنبه برگزاری چنین مشق‌ها را در کوچه و خیابان‌ها، ساحل سیردریا و انشاءات‌های ورزشی به نقشه گرفته است. بعد اشتراک در مشق‌های پگاه روزی بیش از 100 نفر دستپروران فدراسیون مذکور برای حمایت کمربندهای رنگه امتحان سپاریدند. هر سال دو مرتبه امتحان برای گرفتن کمربند رنگه ورزشکاران ما میسپارند. امروز باشد زیاد 100 نفر ورزشکاران ما من باوری کامل دارم صاحب کمربند رنگه میشوند. ورزشکارانی که صاحب کمربند جگری میشوند ماه سپتامبر در شهر اوکیناوا جمهوری ژاپن امتحان برای گرفتن کمربند رنگه کمربند سیاه یعنی دنی یکم برگزار میگردد. ورزشکاران تاجیک نیز در این سمیناری بین الخلقی رفته اشتراک کرده صاحب کمربند سیاه میشوند. این اقدام با مقصد سنجیدن ملکه مهارت ورزشکاران و از بین آنها دریافت نمودن بهترین ها جهت سفر برنمایی به مسابقه های بین المللی راه اندازی گردید. مربیان با ملکه مهارت ورزشکاران بهاگذاری کردند و آنهایی که مهارت بلند نشان دادند صاحب کمربندهای رنگ شدند.